خطر میکنم در مورد طراحی پوسترهای مسابقات کشورمون قبل از مسابقه که حالا بعضیشو باشگاه‌ها طراحی میکنن، بعضیش هم طرفدارا. مثلا حالا این یه نمونهشه مال بازیه داماش گیلان و سایپا تو لیگ آزادگان. این پوستر اومده از سمت دشمنان تیم سایپا، در واقع رقیب، که اینجوری پا میره رو پراید و لهش میکنه. تو دلت اومد مرد حسابی؟ آبجیه من، حالا نمیدونم طراح خانم بودن یا آقا، ولی چه سنگ دلی تو. این خودش بیچاره از زمین و آسمون خورده، این دیگه پا گذاشتن داره، اونم پای اینقدی رمز مخفی میزنی روش. این بدبخت همون قدری که بر مردم خطرناکه، بر خودش هم 10 برابر خطرناکه. یه نم بارون کافیه که این نزدیک بشه به لقاء الله، بعد شما پا میذاری روی این. از قدیم گفتن آقا اصلا این به هر حال یه رزق و روزی خونه در میاره، باید پا بذاره آدم رو. نه اصلا میگن یه تیکه نون دیدی گوشت کن بذار کنار، این اونه. اگه اونم نباشه این چیز خوبی، این کار خوبیه، نونو بوست کنید بذارید. نکنید آقا. بدبخت پراید موجوده به این خسته‌ای خیلی ناراحت شدم. هر لحظه این ممکنه پود بشه. اصلا همه مردم خودشون از این فراری هن. تو یه همچه فراری هم نیستن. 200-300 میلیون پولشه. پول چیه؟ پول پراید 300 میلیونه. پراید 300ه؟ بله. تمیزش 300 تومنه. پاتو بردار. لینک اسپورت. پاتو بردار 300ه؟ بله. 7860 بود. پاتو بردار. پاتو بی بذار رو من، بذار رو خرخره این ساب تایتل. همجور پاشونو هر جا میذارن. نه چرا پاتو میذاری رو سرمایه زندگی آدم؟ پراید بدبخت کم مصرف، قطعاتش همه هست در رنگ‌های مختلف. پاتو بردار. هر جا خراب شه یه نفر هست که بالاخره به دادت برسه. نگاه نمی‌کنم ببینم آقا یه چی شاید داری میری انار زیر پات باشه، موز زیر پات باشه، سر بخوری. حالا اینجوری نگارن میان میزنن رو خرخره ما. خرخره تو چند میارزه؟ نهایت 50. 250 سر اون پات بردار تو بزنی هموطن. من عاشق پوستر طراحی کردنم، اومدم پوستر طراحی کنم. تیمتون رو بگید براتون پوستر طراحی. آقا ما بگید. بگو. ما ملوانیم با تراکتور بازی داریم. تراکتور با ملوان. بله من عاشق تراکتورم. اینجا زرد اخرایی تراکتور حرکت میکنه، میرسه به یه خلبان از روش رد میشه، میرسه به یه دربان از روش رد، میرسه به یه ملوان و تراکتور میره توی گل. بفرمایید. ما گلگوهری با فولاد بازی داریم. گلگوهر. یه گل داریم که یه اینجوری چوب فولاد چی میشه؟ یه فولادی میخوره تو سرش ولی گل از بین نمیره، یه گوهر از زیرش میاد بیرون دیگه. استقلال آلومینیوم. شما استقلالید؟ آلومینیومی. خب اینجا یه مرد استقلالی حرکت میکنه به یه سمت یه مرد عراقی. مرد استقلالی میخورده به مرد عراقی و میفته رو زمین. مرد عراقی پیرنو میده بالا، میبینیم زیرش آلومینیومی بوده، محکم بوده. من عاشق عراقی دیگه. بله. پرسپولیس سپاسی. پرسپولیس سپاسی. بله. مثلا این یه نفره که به سمت شیراز حرکت میکنه. استاد میرسه به تخت جمشید که همون پرسپولیسه. یا تخت جمشید رو میگیره میگه سپاس. میرسه به اینجا به پرسپولیس میگه سپاس. توی پوستر میگه؟ آره دیگه میگه. چجوری باید نشون بدیم اینو؟ شما حالیتون نیست. سپاس رو ما چجوری نشون بدیم تو پوستر؟ اینجوری. من عاشق خاک